بچه حالتون چطوره؟ اصلا رامیکس کد خوش آمدید. خب این پارت 4 رسید. چالش آنباکسینگ گیمینگمون. این وسیله هم گیمینگ هستش. استاد اتاق گیمینگ هم البته هستش. خب تو پارت 1 و 2 و 3 اگه ندیدین بریم ببینین که من گفتم با هزینه که خیلی اتاق گیمینگ خیلی قشنگ درست کنیم که حتما اگه کانال رو فالو داشته باشین اونایی که دارن میدونن. خب این چیزی ما می‌خوایم امروز آنباکسش کنیم، یعنی اگه شما یه اتاق گیمینگ داشته باشین این واسه تکمیلش کنیم. فقط قبل از اینکه بیارمش حتما کانالمو سابسکرایب کن، ویدیومو لایک کن، کامنت قشنگ برام بذار تا ببینم آیا میخواین پارت 5 بذارم یا نه. و البته حتما زنگوله هم بزنه که تا اول نفر باشون چیزی نیست جز RGB زیاد نیست، 1 متره و بریم بازش کنیم. بریم کنترلرش. البته من این دیچکار نخریدم، از بیرون خریدم. بازش هم داره. بریم اینجا نورمون نمیزنیم کجا میدازم 1 متر گفتم همچین بر قشنگه، خیلی خوبه. کلا من نیازم بود، من سیم سعی رو بردارم. کلا من نیازم بود چون خیلی نیاز داشتم تو اتاق گیمینگم وسیله داشتم ولی اینو نداشتم. این یه مودشه، این یه مودشه اینجوریه، یه مودشه آرومتره، این یه مودشه روون، اینم روونتر که نمی‌بینی نه روونتر میره. اینو میشه آبیش، قرمز، سبز، سفید، بنفشش و رنگای دیگه. خب این امروز ما فقط یه چیز آنباکس کردیم که اینم این بوده اینجوری میشه. تا این امروز این کلا قیمت 100 تومن 150 بودش که حالا هزینه‌ای که دیگه هم حساب کنی اورشه 400 تومن میشه. با این 100 ما 500 تومن الان 500,000 تومن کلا ما 4 تا پارت 500,000 تومن خرج کردیم و این وسایل رو خریدیم چون اینجوری میشه. خب تموم شد. اینم از این پارت. ممنون که ویدیو رو دیدید. حتما ویدیومو لایک کنید، نظرت منو بنویسید، ویدیو رو ساب کنید، بخشی کانال رو ساب کنید و تا یه ویدیو دیگه بدرود.